نمایش والس تصادفی نوشته ویکتور های، برگردان اصغر نوری. بازیگران به ترتیب خوانش: احسان ادیبی، مهتاب باجلا. کارگردان آنایتا حیدری. شب نشینی؟ بله. زیاده روی در نوشیدن؟ بله. سرعتی بیش از حد؟ بیشتر از 200 کیلومتر در ساعت. تنها؟ بله. از دست دادن کنترل؟ مه. استعداد عجیبی داره. تیکه تیکه کردن. 200 کیلومتر در ساعت توی مه. میشه شروع کنیم لطفاً؟ نه؟ بازی رو وقتی شروع میکنم که من دلم بخواد. یه آمپول میخوای؟ نیازی به آمپول ندارم. واقعا؟ خندم میگیره وقتی چند لحظه بعد داریم به من التماس میکنی که تو رو خود به من یه آمپول بزن. لازمه؟ دقیقا من 450 میلیارد سالی که آمپول زدم. نگران نباش. بازی رو وقتی شروع میکنیم که تو با قواعد بازی آشنا باشی. بازیتون سخته؟ خب بازی با سطح توانایی تو هم این میشه. چیه؟ ببخشید. اطلاعات راجب شما؟ راجب من؟ خب همه چی خوبه؟ نه عالیه به نظر خیلی خوبه. به دلیل از دست دادن کنترل وسیله نقلیه. رایجه؟ بله. یک خروار آهن پاره، ضربه شدید به مغز و شما ازشون از این خبر نداشتید؟ نه. باش. خب تمام شد. گذشته. یکم بلو مامون اگه ممکنه. بله. ممنون. خب اگه برات جالبه میخوام راجع به حرفایی که توی کما سرت زدم باید صحبت کنم. نه نمیخوام. واقعا؟ نمیخوام. نه. ببین این موضوع چیزی رو عوض نمیکنه، فقط یه جور اشانتیون دین. چیه؟ اطلاعات راجع به حرفایی که بالا سرت زدم اونقدر پرت و پلا میشنوی که دیگه کمتر تعصب میکنه که چرا اونا رو ترکشون کرد. البته همینو میگن. عجب زن جذابیه. نگاش کن. هر روز لباس مهمونی تنشه. به نظر نمیاد مرده باشه، انگار خوابه. حتما میره بهش. یه مش شرند. اونا قواعد بازی رو نمیدونن. هیچ وقت هیچی نمینوشید. فقط همین یه بار بود. خیلی احمقانه است. از فرانک چیزی نگفته؟ فرانک؟ آره. صوفی است. صوفی گفته که خوب ریش میکرد. گرچه باش یکم کوتاه بود. ولی بلد بود خودش رو درست کنه. این حرف یه دوسته. شارلوت تو هم از دوست داری؟ ماده سگ. انگار هنوز نفس میشه. اینو شارلوت گفته. داره با هم حرف میزنه. اینم فرانک چی گفته؟ بس کن دیگه اینجوری نره نکش. کثافت. خیلی خوب برش کن. میریم سراغ بازی. من یه فرست از شخصیت رو میگم که اسمشون توی تورات اومده و توی این فرست شخصیت رو نام میبرم که اسمش توی تورات اومده. میشه اونا رو بگی؟ میشه لطفاً یه بار دیگه حرفتون تکرار کنی؟ نه. آبیمان ربکا هنوک ماتوسالم نامک شابه داشت که از جودیت پینوکیو آبیمان زابولون پیسارو ژاکوب. پینوکیو پیسارو نیستم. عالی بود. برافو. خب سوال بعدی. یه سری اعداد من بهتون میگم که بی‌نظمشو باید پیدا کنید. بله. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 20 21 25. 18 چی؟ 18 خب یه عدد زوجه که بین اعداد دیگه که فرق بودن. عالی بود. اما سوال بعدی. بله. اگه پل بارون خراب بشه چه اتفاقی میفته؟ بارون؟ بله. اگه پل بارون خراب بشه دیگه پل نداریم. بله. تازه وسیله نقلیه حیونا نمیتونن از روش رد بشن. اشتباه گفتم؟ بیا. بله. پل بارون تو مغزه. پل بارون؟ یه
یه برآمدگی حلقوی شکل درست بالای بصل و نخا. اگه این پل خراب شه سیستم مصرف از کار میفته. تو سرعت بالای 200 کیلومتر در ساعت همین اتفاق برای شما افتاد. یکم دلمام گفت اگه ممکنه. بله با کمال ممنون. رو فرمم مشخصه. خب اصلا من این بازی رو دوست دارم. میدونی حس میکنم برنده میشم. ببین اولین بار تو زندگی میشم یه همچین کاری بکنم. مراد کن. ما از همه تواناییمون خبر نداریم. خب شاید تصویر دلمام گفته نه؟ خب از شروعات استفاده کن و خودتو از شرین اصطلاحات مبتذل رها کن. چجوری؟ اینجوری. جرمه سختی دارم. این دوتا رو ببین. یه زوج به هم پیچیده رو نشون میده. دوست داشتنی هم نه؟ خیلی. توی چادر توی اردو یه طوفان غافلگیرشون کرد و در جا مردن. دلم میخواست برنده بشن، حد اکثر امتیازم داشتن اما زیر چادر نتونسته بودن از اصطلاحی مبتذل دوری کنم. واسه برنده شدن چقدر امتیاز لازمه؟ خب 100 امتیاز. به دست آوردن 100 امتیاز سخته؟ همه چی رو با صداقت تعریف. اگر هم امتیاز کم آوردی میتونی از 5 تا جوکر استفاده کنی. جوکر؟ بله. اگه برنده بشم؟ باقای بهشت. اگه ببازم؟ در جهنم. میتونم؟ حتما. اجازه داری که بهم کمک کنی؟ کمک بله ولی تقلب نه. قبوله. خیلی خوب. خلاقیت تو اینجایی؟ خلاقیت؟ تخیل تو اونجایی؟ تخیل. آماده کلیشات رو بیرون بریزی؟ بله. خوبه زور بزن. یه شور انقباض حس میکنم. زور بزن. داره میاد. دیگه زور نزن. داره میاد. حسش میکنم. سیاها یه ریتم تو خونشون هست یه جایی. یه جایی چی؟ یه جایی نمیدونم. بعدش بعدش چی؟ ها چی؟ دردم میاد. اینو برام توضیح بده. یعنی چی؟ نه این دردم میاده برام توضیح بده. دردش روانیه. نه خب بدم این چی تکون نمیخوره. همه چی داره میره پیکار خودش. تو بازی گلف توپو باید بدازیم تو سوراخ. خیلی خوب. همه چی رو براهه. بله کاملا عالیم. خیلی خوبه. پس دوباره امتحان میکنیم. باشه؟ سال بعد. در سال 1962 آماری اصلی رو به اثبات رسوند مبنی بر اینکه تمامی عطرها از 7 بوی اساسی مشتق شدن. اون 7 کدومن؟ کافاری، ماشین، گلی، نعره، اصلی، تند و گند. گند نزدی، عالی بود. موتورت روشن شده. خیلی خوبه. خب پس شروع میکنیم. لطفاً فقط از روز اول زندگی. وقتی مامان با خوشحالی دست رو صورتم کشید یکی از انگشتاشو گاز گرفتم. عالیه. تو 12 راه میرفتم، تو 12 حرف میزنم. درست تو 2 سالگی آواز میخوندم، تو 3 سالگی قرص آسپرین جلو آب نبات خوردم. تا 4 سالگی یه مشکل زبانی داشتم. مثلا گفتم شب نه یعنی سب سوغال تو شهرها. ولی عجیب بود که میتونستم اگه میخوام برم سینما یه فیلم از سار رو ببینم. پنجوشت برای سار رو همه چی ببینم؟ این به نفته. تو 5 سالگی وقتی میخواستم قایق کوچولو بگیرم که داشت تو آب دور میشد افتاد تو چشم یه آقای از باهم گرفت و بلندم کرد. نزدیک بود نمیام تو 5 سالگی. اون وقت خیلی زودتر من متعاش نمیشدم و میتونستم بشونم توی سالو. من بغل کرد و بوسید عاشقش شدم. یه مرد میان سال بود، مثلا 30 ساله. دبستان که میرفتم اونو فراموش کردم. اونجا با خاویر شارول آشنا شدم که عشقشو با خوردن سنگریزه بهم ثابت می‌کرد. البته اونا رو نمی‌جوید و قورتشون می‌داد. فقط وقتی تمامشون می‌کرد یکم قیافه‌اش دعا می‌داد. پدر مادرش نگران می‌شدن چون هی وزنش داشت میرفت بالا، ولی اون از روی عشق جلوشو می‌گرفت و شکایت نمی‌کرد. 3 امتیاز داره خنگی شارول. صداقت همیشه سودمنده. بله. میتونم؟ بله با کمال میل از خودتون پذیرایی کنید. ببینم همه چی رو برای؟ حیوونا بدتر از نه حیوونا بهتر از مردم. دیگه فصلی در کار نیست. این یه حرف کافکاییه. سگ من انیشتن رو میفهمه. زن نقط همیشه هم سیبا نیست. ارمنیا خمیستر از یهودیان. تو آمریکای جنوبی مردم آفتاب دارن. این یه پاکسازی قشر موقعه که من توش دارم. نه اطلاعاته. خبر خوبیه؟ نمیدونم خبر خوبیه. باشو این برگر رو من بله اطلاعاته. جالبه. امروز یه نفر رفته سر قبره. کیه؟ شارلوت زوه. ماده سر
پشیمونه. برات گل آورده. میخواد وجدانش رو راحت کنه. خیلی خوب. یک امتیاز برای ماده سگ. دلم میخواد برم پایین. فقط یه روز مثلا گردن دو مسئله کوچیک واسه اینکه تو این نفر بگم من برگشتم تا بهتون صمیمانه تر از روز قبل بگم سلام، یا اینکه دروغ گفتم بخمن شما یه هدیه کوچیک بیا بیمارستان واسه دیدن تو. خواهش میکنم فقط یه روز شما قدرتشو دارید. من؟ بله. من نه، ولی مراتب بالا شاید. یعنی درخواست بدی؟ چی؟ باید درخواست بدی؟ لیاقتشون نداریم. درخواست چی بدیم؟ اونا از تصادفی ها میترسن. اصلا شهر وضعیتتون میدونی چیه؟ نه. ناتوانی در تنفس غیر ارادی، فقدان تمام واکنش‌های طبیعی، از دست دادن کامل قدرت عضلانی، انبساط مردمک چشم و خط صاف دستگاه نوار مغز. اینا رو خدا شهر. نه، گزارش وزارت بهداشت و درمان. هیچ کاری نمیشه کرد. بهش فکر نکن. ناامیدت میکنه. 31 امتیاز محشره. آره. ولی بعدم من میشم مثل اون دیگه. یه کالبد زیبا. یه کالبد تصادفی زیبا. نه. اشتباه نکن. هیچ کالبد زیبایی نیست که رول زیبایی نداشته باشه. میتونی خیلی راحت 100 امتیاز رو به دست بیاری. میدونی بعضی حتی به امتیاز 11 هم نرسیدن. چرا؟ این یکی مثلا. اوه، جسد یه زن زیبا. خیلی ازش خوشم میومد. بازی 9 روز و 9 شب طول کشید. توی نقطه داشت درجا میزد، دهن منو با خود یکسان کرد، اما کم نمیاد. یهو فاجعه رسیده بود به ده. نمیدونم داشت راجع به چی حرف میزد. یه نامه عاشقانه بود که چی بود که 10 امتیاز ازش گرفتم. گفتیم یه نامه عاشقانه؟ شما حالت امرایی هم حساب میکنی؟ نه، همه چی خیلی سریع اتفاق میفته. خب این یکی چی این؟ کدوم؟ خیلی جوونه این که یکم بیشتر از 20 سال سن داره. ماجرای عجیبی داره. یه سرباز خاورمیانه است. این یکی چون نادر بود انداختمش به گردنم. تو صحرا گم شده بود. چند سال بعد دوستاش مامانشو بردن تو اون صحرا. مامان فقط یه نخل اونجا دید. مامان میخواد نخل رو از ریشه بکشن بیرون. اسکلت پسرش وسط ریشه ها پیدا میکنم. میدونی چرا؟ هستی یکی از خرماهای آذوقه سرباز توی بدنش جوونه زد و یه نخل قد کشیده. مرگ اینجوری زیاد داشتی؟ نه. بیشتر مرگا در چند دستی بزرگ طبقه بندی میشه. پیری، بیماری، تصادف. اون بالا جنگ و تصادف دوست ندارن. این دوباره افسرده‌شون میکنه. بیماری و پیری بیشتر براشون قابل درکه و اینکه خب خودکشی هم بالاخره اتفاقی. اینم یه جور خودکشی بوده دیگه. همیشه به آدما گفته شده بهتره زمان بیشتری اونجا بگذرونن. این موضوع باعث میشه به سرشون بزنه زندگیشون رو به آخر برسونن. میدونی؟ دوست دارم زمان زیادی و واسه به دست آوردن 100 امتیاز باید صرف کنم. واسه اینکه بهترم دیگر رو بشناسیم. ببخشید. خب میدونی چیزی که بهم گفتی خیلی تحت تاثیر قرارم داد، ولی یکم دیر نشده؟ میتونستیم کارایی رو بکنیم که مردمون پایین میکنن. نظرت چیه؟ چه گفتی؟ البته نه همه کارا رو. خب من بلد نیستم. من اصلا نمیدونم تو از چی خوشت میاد. ولی خب رقص دوست داری نه؟ و اینکه خب دوست داری ازت تعریف بشه. خب همه این زنها همیشه دوستان ازشون تعریف و تمجید بشه. البته یه واقعی باشه. منهای ده؟ چرا؟ نمیفهمم. چیو نمیفهمی؟ اصلا مگه بازی شروع شده بود؟ بازی اصلا قد نشده بابا بود. دیگه آنتراکه. دیگه آنتراکی در کار نیست. من وقتی میشم که زنها تعریف و تمجید و دوستان، البته اگه واقعی باشه یعنی دمجاز پرید تموم. در هر حال 21 هم همچین فاجعه نیست. میخوای برقصیم؟ با کمال میل.
واقعا خوب میرقصی. نه واقعا عالی میرقصی. واسه اینکه من از زمان یه قدیسا میور دیابت ندارم و پدر بزرگ پدریم شل بود. اینه که گفتی الان چه رفتی به رقص ما داشت؟ خب دلم می‌خواست بهتون بگم خوب میرقصم چون یه هم رقص خوب دارم. ولی برای فاصله با خودم گفتم اگه اینو بگی 15 امتیاز کم بشه. عالیه 29 امتیاز بهت میدم. خب با 21 امتیاز قبلی میشه چند؟ 50. میخوایم برقصیم؟ با کمال میل انگار دارم خواب میبینم. عالیه. ببینم. بله. 10 امتیاز دیگه خوشحالت میکنه نه؟ اون وقت میشه 60. فقط 40 تا کم دارم. ادامه بده سالومه. ببینم میدونی چیه تو بیشتر از همیشه منو به فرشت میاره؟ نه میتونم بگم. خب معلومه. جیگره تو جیگر. بله. کیسه صفرا، آورته، لگن خاصره، روده کوچیکت و دیگه نگوش. بله؟ من هر چه که زیر کاربرد جسمتون باشه میبینم. چطور ممکنه که کسی رو که همه درون آدم رو میبینه آدم بتونه اقوا کنه؟ سوال خوبی پرسیدی. ببین بدن تو منو دچار اختلال کرده بود. به محض ورودت تونستم پیچوخمای مغز تو تشخیص بدم. خب مزیت زیبایی شناسایی موقعیت من اینه که تو حتی اگه له و لبردم شده باشی من تو رو صحیح سالم میبینم. و بعد از 30 امتیاز خب بهش رو برنده بشی. وای دوست داریم برقصیم. با کمال میل فقط با ریتم تند نه. من عاشق والس آرومم. عالیه. تو 9 سالگی واسه همسایه‌مون یه شعر عاشقانه کوچیک و خیلی تاثیرگذار فرستادم که بهم گفت اونو تو قلبش نگه می‌داره. ولی همه رفقاشون شعر رو از بر بودن. عصبانی شدم خواستم یه کشیده بهش بزنم جا خالی داد. ولی ناخنام چون بلند بود یه خراش انداختم بود. 5 امتیاز. موهاش حنایی بود. یه موتور داشت باش یه دور تو محله زدیم. نزدیک چهارراه یه کوچه خلوت بود. موتورشو نگه داشت و چون نمیدونستم چی بهش بگم گفتم موتورت خوب کار میکنه. نوعه؟ گفت آره نوعه. بهتر از دست دومه چون حالا با دست دومه مشکل پیدا میکنه. بله. گفتم واقعا بلند سوالی گفتم. گفت بدجوری و شروع کرد به تعریف کردن همه دردسرای مکانیکی موتورهای دوست داشت. واسه حرفاش یه لحظه ایستاد بهم گفت این موضوع برات جالبه. و اون لحظه من میتونستم یه انتخاب بکنم و مسیر همه چی رو عوض کنم. با صدای خودم یعنی صدای خودم رو شنیدم که گفت آره جالبه. و اون لحظه اون ادامه داد و وقتی با مردای دیگه بودم متوجه شدم که هیچ وقت نمیپرسن این موضوع برای جالبه. خلاصه این که برای اینکه اون به خودش بیارم خب یه الهام بهم شد. آسمون رو نگاه کردم. خب گفتم یه شهاب. گفت واقعا؟ خب تعجبش به خاطر این بود که تو ماه نوامبر بودیم آسمون پر از ابر با وجود اینکه سرشو بلند کرد کمتر از من. خب چون قدش بلندتر از من بود همون موقع رو که پا میستادم و بوسیدمش. 5 امتیاز. تا خونمون همراهیم کرد. من رو بوسید با خودم گفتم اوه اون فوق‌العاده است. درسته چسبیده به موتورش ولی زندگی باش خیلی قشنگه. 5 تای دیگه که میشه 85. خب بعد بازم اومد دیدم ولی اذیتم می‌کرد. طوری عذابم داد که از پا افتادم. یه جوره بونم گفت؟ نه ممنون نبض بازی تو دستمه. تو 13 سالگی رفتم روستا پیش یکی از دایی‌ها. یه دسامبر باور نکردنی با یه مرد سیبیلو میرقصیدم که شبیه کاوبوی‌ها بود با پایی که حتی وقتی جفتشون میکرد یه خوک میتونست از وسطش رد بشه. ولی به نظرم با شخصیت ما در واقع با شخصیت نبود. به نظر من اونطور اومد. خیلی خوب میرقصید. یه شب پرستاره بود عالی. یه شب بقیه‌اش هم بگم؟ آره خب آخه میخوام از اصطلاحای مبتذل دوری میکنم. انقدر جیغ زدم که ترسیدم از بار رم کنم. 10 امتیاز دیگه بهت میدم که میشه 95. بعد از تعطیلات ساله رو برگشتم مدرسه. یه صفر تو ریاضی گرفتم، یه صفر تو تاریخ، یه صفر تو خلاصه یه سری صفر به جز ژیمناستیک. 4 بار پشت سرم بدون استفاده از پام از طناب گره‌دار رفتم بالا. مدیر گفت این نابغه است. استاد ژیمناستیک در اومد گفت این طبیعیه پیانو هم میزنه. عالیه. میتونم یکم نفس تازه کنم؟ حتما. خب پس من میرم یه سیگار بکشم. یکم بنومانکوف لطفاً. اوف. ادامه بدیم. بله.
22 ساله بودم. یارو کاوایی خیلی گاو بود. همه عکس و نامه‌ها برگردون. منهای 5 چه؟ منهای 5 من نشنیدی؟ چرا ولی چی؟ چی؟ فکر چی 90 امتیاز کمه؟ یکم با رومان کن بگم یا آهنگ کوچیک جاز راکن رول نمیخوام میگم. خب ما حالا سر امتیاز 90 هستیم و اینم خیلی هم بد نیست. ادامه بده. عجیبی دارم. میتونم توضیحش بدم؟ خواهش میکنم. چیزه انگار دیگه قدرت ندارم برم جلو. آره نمیتونم. میدونی این طبیعیه؟ آره طبیعیه. ولی خب به ادامه بازی هم بستگی داره. با تحصیلاتی که من کردم نمیتونستم یه پست خوب بگیرم، ولی دایم دست به یه حرکت فوق‌العاده زد. تو تولد 23 سالگی یه مغازه کوچیک عتیق فروشی برام خرید. اونجا خوب کار میکردم، خوب میفروختم، چیزای قدیمی رو دوست داشتم، چراغای روغنی، چینی‌آلات، گنده‌کاری، اسباب اساسی کوچیک. از اینا خیلی خوشم میاد. اسباب اساسی کوچیک. من از این چیزا خیلی خوشم میاد. ولی یه سوال، این اسباب اساسی کوچیک آنتیک بودن؟ بله بالاخره آنتیک بودن. اونجا یه مغازه کوچیک بود پر از شعر، به دیواراش پارچه‌های توری و تابلوهای آنتیک زده بودن. خب مردم بیشتر خاطر فضاش میومدن. نه اسباب اساسی کوچیک آنتیک بودن؟ دقیقا نمیدونستم که هر کدوم چه قرمیه. مردم ازم میپرسیدن مال کدوم دوره است، ولی خب نمیشد گفت. اسباب اساسی کوچیک آنتیک بودن یا نه؟ اونا دین ببخشید زیر خودتون. بله اطلاعات بله. معذرت میخوام ولی مجبورم اینو براتون بخونم. به نظر میاد که اونا بی صبرانه منتظرن. بابای بالادر این یه سواله. بله. اسباب اساسی کوچیک آنتیک بودن یا نه؟ اسباب اساسی کوچیک نو بودن و من با فلز دندون پزشکی سوراخشون می‌کردم، با چند تا ضربه به لبه‌هاشون می‌زدم و بعد روزای بارونی می‌ذاشتم بهشون توالت که اینطوری قدیمی به نظر میاد. خیلی خوبه. 5 امتیاز بهت میدم. سر در نمیارم. چی؟ خب ببین این تکنیک رو همه عتیق فروشا بلدن. این یه دزدیه. بخشم 5 امتیاز من اضافه میدی؟ فکر کردیم اونجا داریم قضاوت میکنیم؟ نه. خوبی و بدی رو با هم داریم بحث میکنیم نه؟ 250 گرم خوبی در مقابل 150 گرم بدی. شما ما رو بقال فرض کردی؟ ابدا. گچ من. ایناش. ابدا. خیلی خوب. 2 امتیاز ازت کم میکنم. شما رو بقال فرض کردم. دیگه دیره. تموم شد. اصلا میخوام استراحت کنم. باشه. ولی با این حساب داری زمان از دست میدی. من مجبورم ازت امتیاز کم کنم. ادامه میدم. خیلی خوب. مغازه‌مو فروختم، تعطیلات رو تو یونان گذروندم. با کی؟ با جاناتان دبری و دولاتور، یه مشتری قدیمی که ازم کنده‌کاری می‌خرید. وقتی داشت میاد به محل ورزش‌های زمستونی، مثل دو تا دوست خوب از هم جدا شد. رفتم سراغ بانکداری که تو بانکش حساب داشتم، منو به شام دعوت کرد. اینجا یه ذره میخوام به اصطلاح‌های مبتذل رو بیارم. خب برام گل فرستاد به یاد. میخوام اصطلاح‌های مبتذل رو بذارم کنار. خب منتظر یه بچه بودم. دیگه منتظرش نبودم. منتظر یکم پول بودم. دیگه منتظرش نبودم. بانکدار منتقل شد ژاپن. با یه سری رفیق آشنا شدم. رفیق بازی ها، یعنی اصلا زندگی میکردم. خیلی خوبه. هر شب سی تا ازت کم میکنم. 62 نوشته شد. چرا؟ نامردیه دیگه. نه دوست داشتم بنویسم. ادامه بده. زندگی تو زندگی دنبال یکم پاکی بودم. سخته. دو ریختن دروغ، دو ریختن ترس، توجیه رسالت‌های کوچیک. ببخشید میخوام یکم از اصطلاح مبتذل استفاده کنم. شاید فقط یکی ولی گنده. خداوند همه موجودات و همه آسمان‌ها را شامل می‌شوند. اینی که گفتم برام گرون تمام شد نه؟ مسلماً. آره. ولی اینو ویکتور هوگو گفته نه خدا. ممکنه. با من
چی بود؟ ویکتور همون میشناسمه. یعنی خوب نمیشناسم. به هر حال این حرفا از دهن اون شنیدم. درست همینجا که تو نشستی. هوگو؟ بله. هوگو با؟ مدیرانی نیوتن همه مرموز موزارت چی؟ نه موزارت نه. موزارت آسمونیه. آره خب اینم طبیعیه که منم ازت امتیاز کنم. زن به فرشته خیره می شود. مثال گاوی که به کلاه مطابق آرام باش. اون 10 امتیاز رو بهم برگردونیم برش گردونیم باش از 5 امتیاز میتونم دوباره چی به بالا برم. همینطور از کوره در بریم. فایدهش چیه برای تو؟ شما مرد نیستی. معلومه که نیستم. مرد نیستی؟ نه من یه فرشته‌ام. حالا بخوای در مورد جنسیت من بحث کنی؟ فرشته برده. خب من یه زنم وقتی مشتری مرد باشه و من مردم وقتی مشتری زنه. من چیزی هستم که تصمیم میگیرم. خب شما راجع به هیچی تصمیم نمیگیرید اصولا. دوست داری از بازی تفریح بری نه؟ خب مسلما اگه نخوام ادامه بدم چی میشه؟ بگو از که دوست داری؟ از همین الان دست میکشم. من آدم گچو بر میدارم و گچ میکشم. 4 3 2 بله کنید چی؟ ادامه؟ ادامه میدم. راستی سوال چیزی راجع به آمپول گفته بودن؟ نه ببین آمپول مایه آرامشه. اگه دوست داشتی برات بزنم. نه حالا خوبه اصلا عالیم. میل خودت شایدتون خیلی هم خوبه. بسیار خوب من 10 امتیاز میتونم بدم. یه آمپول میخوام. نه متاسفانه نمیتونم یه آمپول باشه میدونستم آخر بشه چش پیدا میکنی. حالا آمادش میکنم. خیلی خوب چند امتیاز دارم؟ 2 امتیاز. آماده ای؟ بله آمادم. الان حاضر میشه دیم. کارولین ورونیک با مهربون بود. تو صف سینما باش آشنا شدم. دوست همه خونه‌ش رو زد. بعد من به خاطر شرایطش اصلا فقط به خاطر شرایطش گفتم بیاد خونه من بخوابه. بعدش هم میخوام از استماعی مختصر دوری کنم. ببین ما فقط یه محبت ناب تجربه. مسالمه ببینم فقط نوازش بود نه؟ فقط چیزی نمی‌نویسی؟ میبینی که من دیگه نمیدونم کجا. فکر کنم شما دیگه خیال ندارین امتیاز خوبی بهم بدین. ادامه بدم. چرا به من 2 امتیاز میدین نویستا؟ چرا ازم 10 تا کم میکنین نه 30 تا؟ میشه قاعدی. اصلا اساس این بازی چیه؟ ببینم اون پایین واسه همه چی توضیح داشتید نه؟ حتی یه پول سیاه نداشتم برم تعطیلات. یه کار کوچیک پیدا کردم. بروز کردن یه برگه‌دار. چی؟ نه بو کردن عطرها توی با یکی از دوستای کارولین ورونیک رفتم بیرون عاشق شدم. دوست کارولین ورونیک؟ نه چرا؟ دوست کارولین ورونیک بود دیگه ولی اون دوستم نداشت. خرگوش رو تو خردل سرخ کرده بودیم ولی خرگوشه چنان استعدادی داشت که میتونست مرگ او رو برقصه. خودت مسلط میشه پرت و پلا میگی. چی شده؟ هیچی از طرف جانبی آمپوله. خیلی طول میکشه. گمونم مقدارش مناسب. هر کاری از دستم بریاد میکنم. یه لیوان کوچیک بلومان گفت. نه بلومان گفت با چیزی که تو رگات تزریق کردم نمیسازه. اون بهم گفت من یه بچه خوشگل بودم. حالا خوب شد. اون کیه؟ دکتر. اسمش؟ بلومانکوف. دکتر بلومانکوف. بهم گفت برم چون دیگه نمیتونست تحملم کنه. اون وقت منم سویچ ماشین رو برداشتم مهمونی رو ترک کردم و نهر زنان با سرعت 220 کیلومتر در ساعت روندم. ادامه بدم؟ بله ادامه بده. شما یه مرد هستین، یه مرد بی‌اندازه کوچیک وارد گوشم میشین و سینه‌ت می‌زنین و یه جایی از مغزم رو لمس می‌کنین که
برام خیلی لذت بخشه، لذتی که حتی نتونستم با رونالدو تجربهش کنم. میرفتم برام دیدنش. خیلی خوبه، 20 امتیاز بهت میدم، پیشرفتت خوبه. استاد تاریخ مهربون‌تر بود بلومان گفت. انگار تپانچه راویاک از کار افتاده. ادامه بده. زن لویی 14 رادیومو کشف کرد. اشتباهه؟ اینو پروفسور پلامانکوف بهم گفت. خب اشتباه گفته. میگم راستی اون دایره از اون اول رو موقع منه. چرا اون داره نمیچرخه؟ الان برات میچرخونم و 30 امتیاز زد کم میکنم. دوستای صمیمی هنری هشتم بهش گفتن لاندرو. اشتباهه؟ مشکل گرسنگی دنیا حل شده. اینم اشتباهه. دیگه نمیتونم. اشتباهه؟ ببینم استاد تاریختون مرده؟ آره مراسم خاکسپاریش رفته بودم. عالیه. فکر میکنم اسمشو داخل پیشام دارم. مطمئنین اسمش بلومانکوف بود؟ ایناش پیداش کردم. دکتر سیمون بلومانکوف، استاد تاریخ. روز بخیر موسیو بلومانکوف. شما اصلا عوض نشدی، فقط یکم لاغر شده نه؟ ولی هنوز جذابی. تو هم هنوز خوشگلی. چیکار میتونم برات بکنم؟ هیچی، شما هم نمیتونید برام کاری بکنی. شک دارم ولی خب آدم که نمیتونه مردم رو به رغم میلشون نجات بده. اومده بود اینجا کمکت کنه. یه آدم ماهر و سخاوتمند. اون بخشی خیلی راحت از خودت میشه. هر حال امتیاز ازت کم میکنم. مطمئن باشین با هر امتیازی که بازی رو به آخر برسونم یه خاطره وحشتناک از شما تو ذهنم دارم. این برام مهم نیست. مردا همه پستن. عالی بود. 98 امتیاز ازت کم کردم. من تسلیمم. ولی تو هنوز از جوکرات استفاده نکردی. 5 تا جوکر داری. جوکر یادم رفته بود. می‌بینی چند ساله؟ خب چیکار کنم؟ خیلی خوب یه عدد انتخاب کن. 27. ما قضیه چیه؟ ببین تو با آدمای کله گنده صحبت می‌کنی. من با توجه به کیفیت گفتگو یا بهت امتیاز میدم یا ازت امتیاز رو میگیرم. سعی کن خیلی هیجانی باهاشون صحبت کنی. اوکی؟ خیلی خوب صدادار یا بی صدا؟ صدادار. 27 صدادار میشه لواندراس سالومه. خیلی خوب. سلام. خداحافظ. چی؟ با سلام شروع نکن مبتذله. خب چیز دیگه نمیتونم بگم، من اونو نمیشناسم. بس به تراش مزبور بزن. گاهی وقتا جواب میده زود باش. من حس می‌کنم که شما یه زن مهم هستی. چون مردای مهمی رو میشناسم. بله ولی من چی؟ خب من فکر می‌کنم مردای مهم شیفته زنای مهم میشن. نه انسان ما همیشه با هم دعوا داشتیم. من و نیچه. تعجب کردی؟ نه وقتی کار نیچه میاد وسط از هیچی تعجب نمی‌کنه. یه نابغه سخت عصبی. دقیقاً همینه که میگی. ذهن فاسد نیچه مانع کار روح پاکش شده بود. اصلا اعصاب خودکار بود. یه ذره بیشتر تلاش کن لطفاً. روابطمو با فروید آروم بود. ولی شاید دلیلش بود که من نظراتمو با صدای آهسته براش توضیح میدم. آخه گوشاش سنگین بود. خیلی خوبه، این ایدئال ترین شکل گفتگو بین زوجه. داره میاد، دوباره داره میاد. شده بودم فروشنده بازاریاب دایره المعارف. یه روز رفتم سراغ آدمای خاص. زنگ مطب یه دکتر رو زدم و اون منو به عنوان آخرین مریض پذیرفت. نطقم رو شروع کردم، علاقه من شد. تابلوهای اساتید رو میشناخت، از شعارش خیلی خوشم اومد. به هم لبخند زدیم. به هم که لبخند زدیم 12 ازم خرید. بهم یه چک داد. یکی دیگه؟ به 20 رسیدم. بله رو فرمی. خب منو به شام دعوت کرد. بله. تازه گفتش که رستوران تو انتخاب کن. گفتم حوض ماهی کردم.
شام خوبی بود. من عاشق ماهیم. حواسم نبود دارم تیغای ماهی رو میخورم. اینو بهم گفت دستپاچه شدم. کم مونده بود خفه بشم. گفت دستتو ببرید بالا، دستتو ببرید بالا. یه لباس دکولته تنم بود. آره این تنها کاری بود که باید انجام میدادم. ازش پرسیدم. گفتش تخصص من نیست. گفتم که یعنی گلومو نگاه کرد. داشتم سرخ میشدم. اونم کبود شده بود. لعنتی داشتیم خوب پیش میرفتیم و 5 لحظت کردیم. نه. چرا؟ جوکر. عدد؟ 113. صدا داره بی صدا؟ بی صدا. بی صدا، 113 بی صدا. بتهوون. خیلی خوبه. من شما رو خیلی تحسین میکنم. این کار همه است. کنسرتو برای ویولون منو دوست داریم؟ عاشقشم. چشماتون رو دوست دارم وقتی میگین عاشقشم. داره گرگم میگیره. از چیزی ناراحتی؟ یه کار برام میکنید؟ بله. درخواست کنید همه کسانی که اصول منو زیر پا میذارن از سالن‌های کنسرت بندازن بیرون. من همه چی رو میشنم. اوضاع بدتر از قبل شد. صدای وجدان‌های مبتذل غیر قابلتم. یه کاری بکنید خفه بشه. تحت تاثیر قرار بگیرم. عالی بود. منم خیلی هیجان زده شامپیون رو زنده دیدم. که همجاز بهت میدم که میشی 30 تا. خیلی خوبه. من و فران مرتب همدیگر میدیدیم. بهترین دوستم دنیس آنریت که تو مدرسه باش آشنا شده بودم خیلی خوشحال بود که من با فران رابطه دارم، ولی بهم گفت احتیاج کن. خب با فران میرفتم بیرون، اونم منو میخندون، ولی از این حال لذت بردم، ولی احتیاط میکردم. ما خیلی میرفتیم تماشای اپرا. یکی دیگه؟ بهم میگفت شنبه بیا بیرون شهر نزدیکه. یکی دیگه؟ گفتم باشه به شرط یکی دیگه؟ گفتش که ببینم چی پیش میاد. یعنی میدونی خب هوا سرد بود، بهش گفتم هوا سرد شب شده بر نمیگردیم. ما آتیش تو شومینه؟ آره. شم؟ آره. شامپاین؟ آره. موسیقی؟ خیلی خوبه. برافو. ادامه بدم؟ بله ادامه بده. پیشرفت تو بالا موقع دسر درسمو گرفت نگاهمو انداختم پایین، بعد یه لحظه نگاهش کردم دوباره نگاهمو انداختم پایین، زور زدم بستنی. اینجوری؟ نه بابا کنتر نزید. خب نشونم بده. اصلا باز سوزیش کنید. آها. خب این بهتره عاقل باشی. حالت خوب نیست؟ شخصیتی حالم خوبه فران. این خوشبختی نیست نه؟ یعنی واسه همینه که دیگه دلواپس نیستم. خودت رو رها کن. اون اینو نگفت. واقعا پس چی بود؟ اون گفتش که واسه اینه که داری ناپایداری خوشبختی رو حس میکنی. چقدر قشنگ حرف میزنی فران. من اصلا جواب ندادم. خب من از کجا باید بدونم؟ بابا شما اصلا تخیل نداری. فران یه عالم تخیل داره. فرانک به تخیلی. اصلا 15 تا ازت کم میکنم. من زیر سیم. تو زیر همه چی هستی. خیلی ادبی. 7 سال با فرانک زندگی کردم. دمای وحشتناکی داشتیم. خب یه امتیاز بهت میدم. یه روز درکش کردم. اصلا خونه دنیس آنریت ساکن میشدم. عالیه یه امتیاز. و حالا سر امتیاز 45. دنیس آنریت بهم گفت یه شغل فروشندگی برام پیدا کرده توی مغازه دامن فروشی. اولین مشتری که اومد یه مرد شیک پوش. مرد دامن فروشی؟ آره عاشق هم شدیم. ازم خواستگاری کرد. خیلی خوب. 30 امتیاز ازت کم میکنم. چرا؟ همینه که هست. نه چرا 30 تا کم؟ دوست داره. خب این اصلا بی‌عدالتیه. شما نمیتونی این کار بکنی. برحال میتونی جوکر استفاده کنی. 441. صدا داری یا بی صدا؟ بی صدا. خیلی خوب. بی صدا مثل نلسون. دریا سالار نلسون. چیزی یادت میاد؟ هیچی ازش نمیدونم. چرا جویی کن؟ این میتونه شانس بزرگ باشه برات. خب ببین
هرچی به ذهنم بیاد میگم باشه؟ خیلی خوب خب نلسون یه شخصیت بزرگ انگلیسی. جنگ ترافالگار نه؟ آره خودشه. این جنگ به نفع انگلیسی‌ها بود نه؟ دقیقاً و با این حساب به ضرره؟ فرانسوی‌ها به ضرر ناپل اون گمان میکنم درسته؟ عالیه. شروع کن. بهتون تبریک میگم به خاطر درس زیبایی که به این ناپلئون پرمدعا دادین. ازش متنفرم. منم همینطور. حس دارم که بعد از این جنگ ترفیع درجه چشمگیر داشتیم. نمیدونستم چون تو این جنگ کشته شدم. خب برش کن. این بازی اصلا آسون نبود. متاسفانه باید دو امتیازت کم کنم. خب من دیگه بازی نمی‌کنم. یه بار دیگه یه کوچولو. نه دیگه نه شما از شکست خوردن مثلا حال می‌کنی. فکر میکنین میتونم جور دیگه بهتون امتیاز بدم؟ فکر میکنین من کاری میکنم که شما امتیاز از دست بدین؟ این کار اینجامو به درد میاره. اینجامو. فکر میکنین من از سنگ مرمر ساخته شدم؟ یه تیکه مرمر تو قبرستون؟ از دوتا شکر با این استفاده کن. این آخرین قشنگای تو هستش. من دلم میخواد پیروز تو ببینم. ساحر و آفتاب و اینا. بله. من داغ تو تنتون هم تو چشمات. اینا در انتظار هم؟ از چی خیال کردی؟ با این جوابای غلطی که دادی نه سفر دریایی در انتظارته. شکنجه و اینا. بله تا ابد. خب باید چیکار کنم؟ زندگی تو برام تعریف کن بدون دور. توی شرکت تولید لباس زیر مسئول ارسال محموله به خارج بودم. یه شب که از پا در اومدم دراز کشیدم تو کانال می‌خواستم خودم قهر کنم. ولی نظرم عوض شد رفتم دیدن اپرای طلای رنگ. فکر کن کیو تو آنجا دیدم؟ شارلوت زوئل؟ فرانک. یکم چیز کم میکنم. فرانک. چرا؟ ادامه بده وگرنه همین امتیازی هم که داری ازت میگیرن. با هم شام خوردیم، عاشق هم شدیم. گفتم منو فراموش نکردی یا؟ بسیار خوب 12 تا بهت میدم. سر شام خب اون یه جوری چه جوری؟ خواست که بهم گفت که جوری بود مواظب باش این لحن ممکنه امتیاز ازت کم کنه. حواست باشه. بله. خب اصلا بیا بازسازیش کنیم دوباره. دیدن دوباره تو اونم توی تئاتر یه نشون از نه فرانک اصلا باورم نمیشه یعنی ما با هم رسیدیم بزرگترین عشق من بودی و هستی حس می‌کردم ارکستر فقط برای ما دوتا میزنه واگنر برای عشاق باور کردنی نیست خیلی بد اصلاحش رو دوباره از اول از واگنر متنفرم ولی تو رو دوست دارم منم همینطور حالا چی کار کنیم؟ خیلی خوب 36 امتیاز بهت میدم میشه چه از 50 امتیاز عالی بود جلوتر برو پیشرفت خودت حفظ کن فرانک ما اونقدر که عوض شدیم میتونیم همدیگر رو بپذیریم؟ در این باره مطمئنم یکم دیگه شامپاین برات بریزم دارم عقلم رو از دست میدم 10 تا کم از مسیر اصلی خارج شدی ولی چی؟ ولی بی ولی ادامه بده تو خیلی جذابی فرانک اگر قضاوت تو نتیجه گذشته عاشقانت باشه قبولش میکنم پس منو ببوس ای زارو بچه خب هم دیگر رو ببوسیم اول ببوسیم موافقی؟ شامپاین دین دین کیه؟ بکنم مادرم اومد خودتو مرتب کن صدای به هم زدن لیوانه بود برای آینده‌مون برای عشقمون 39 تا کم میکنم ازت امکان داره چرا؟ اصلا امکان داره یه امتیاز برات میدم ببین شما نمیتونین این کار با هم بکنید همینی که هست بریم صفحه 104 بله اون تیکه رو ببینی؟ کدوم؟ این آنشش اصلا حواسم من زیاد نمی کردم این چه قیافه‌ای به خودتون گرفتیم؟ زن کیف کوچک مهمانیش را برمی‌دارد و یک تپانچه از آن بیرون می‌آورد
39 امتیازم بهم برگردین و یا شنگی میکنم. یکم دیگه شما پایین برام بریزن. تا یک میشورم. دیوونه. مردم آزار. آخشون دوست دارم مردم آزار. تا یک میشورم خودتون خواستیم. یک! قلبمون نشونه گرفتیم. گلوله 7.65 یعنی نسله دستی تو چیکار میکنه؟ خب میخواستم باش فرانکو بکشم چون تو همه اون 5 سال فرانک آزاردهنده بود، حسود بود، دروغگو بود، بی‌وفا، خشن، خودخواه، ظالم. 5 سال عشق مثل آفتاب تابستونه. اگه بهش زل بزنی چشات داغون میشه. با این نیت به مهمونی رفتم که چند نفر از دوستای اونو بکشم. خودشم جلو همه از پا در بیارم. همه تیرام به خطا رفت. خب چون تمرین نداشتم. همه تابلوها و همه این چیزایی که به در دیوار میتو زدم، ولی همه با شیکم خوابیده بودن رو زمین. از فرصت استفاده کردم با ماشین فرانک در رفتم با سرعت 200 کیلومتر در ساعت و بعد خوبه تو کارتون موفق شدی؟ راحت شد. خیلی خوب. متاسفانه 1/4 امتیاز. 1/4 امتیاز؟ بله دقیقاً معذرت میخوام ولی باید 99 و 3/4 امتیاز دیگه به دست بیارید. باشه. خب هنوز یه جوکه برام مونده. میخوام با کله گندای شما حرف بزنم. پرمبدا. از امتحان کردن جوکر آخر میترسیدم. به همین 1/4 امتیاز تکیه میکنم. بله. سوال من جواب بده. چی؟ تو مثلا میخوای به بنیامین، فرانکلین، ماریا کالاس یا جوان سباستیان باخ چی بگی ها؟ تو عدالت روسی با زنده حرف بزنی. اون وقت میخوای با مرده صحبت کنی؟ نه اینقدر خودتو دست بالا نگیر. اصلا یه سوال دیگه، تو میتونی به استالین چی بگی ها؟ تو کارنامه شما نکات منفی وجود داره؟ یا به ماری کوری؟ ادامه بدین. آدولف هیتلر چی؟ تو آینده پر از آدمایی مثل شماست. به الیزابت اول انگلستان؟ آدم با شخصیتی هستین. و مولیر؟ کاراتون رو دوست دارم. یکم به رومان گفت لطفا. مرسی از اینکه تشریف آوردین و ببخشید که اگه یکم گرم بود اینجا خسته نباشید. میگم که ما رو تحمل کردیم، نمایش شاملخوانی بود، یکم هیبت متن رو نگاه کردیم، یکم حرکت داشتیم و هر حال تحمل کردیم. این اجرا خیریش برای نقاهتگاه حیوانات معلوم که خانم مریم صانعی مسئول اون نقاهتگاه هستن، ولی متاسفانه مشکلی براشون به وجود اومده بود نتونستن تشریف بیارن. ممنون که اومدین، وقت گذاشتین. اگر که مایل بودین میتونید برای این حیوونا بازم چیزی اگه لازمه احساس میکنید که میتونید کمک کنید. ممنون میشم از لطفتون. برای خودتون یه دست دیگه بزنید.